سلام میگیم به همه دوستداران و هواداران عالم رنگین و زیبا و ناتکراری کودکان. اینک شماره نوبتی برنامه انگوبین را طریق تلویزیونی بهارستان با اشتراک باز یکی از خردسالان سال 22 کشور پیشکشی شما میگردانیم. ما در هر برنامه میکوشیم تا شما را با هنر و مهارت باز یک خردسال سال 22 دیگر آشنا گردانیم و این تنها بهره بالای روحی شماست دوستان عزیز. قهرمانی برنامه امروزمان ابوبکر میباشد. او هنوز 4 سال دارد ولی نوبسته به این خردسالی خویش برنامه تا مکتبی و حتی مکتبی را از خود نموده است و اینچنین شعرها و معلومات‌های زیاد می‌داند. خب اگر شما با دیگر پهلوهای هنر و مهارت این کودکی سال 22 آشنایی پیدا کردن خواهید، پس با ما باشید و برنامه انگوبین را همراهی نمایید. سلام ابوبکر. سلام. ابوبکر به برنامه ما خوش آمدید. می توانید خود را به تماشاچیان تلویزیونی بهارستان ما میدانیم که همه حاضر در نزد اکران های تلویزیون جمع شده شما را تماشا کرده ایستادند و انتظار آن هستند که شما هر چیز زودتر خود را به آنها معرفی کنید و شعرهایتان را برای آنها خوانید. برای همین به تماشابینان را انتظار نمیکنیم و شما خودتان را معرفی میکنید. من ابوبکر شعرخوانی دوست ندارم. من 4 ساله. آفرین. ابوبکر 4 سال است و شعرخوانی را به نهایت دوست می‌دارد و بیایید باز درباره عائله ابوبکر از او پرسان می‌شویم. میگفتید که شما در عائله‌تان چند نفرید؟ 5 نفر. 5 نفر غیر شما کی‌هایند در خانه‌تان باز؟ پدرم، مادرم، بعد خودم، خواهرانم، مکنونه، مدینه. خواهرانتان مکنونه و مدینه، یعنی شما 3 فرزند هستید و پدر و مادرتان. خواهرانتان رو دوست می‌دارید؟ آنها چند سال هستند؟ از شما خرد هستند یا اینکه کلانتر؟ کلانتر. یعنی خواهری کلانی میشوند، اپه‌تان میشوند. آفرین. درباره پدر و مادر شعر میدونید؟ میتوانید برای ما خوانید؟ مرحمت. تماشاچیان عزیز، باوری داریم که همه شما انتظاری آن بودید که اشتراکچی برنامه ما شعر نخستین خود را برای شما قرائت نماید. از این رو متوجه باشید زیرا شعر اولین ابوبکر درباره مادر می باشد. خب ابوبکر مرحمت درباره مادر شعر گوید. اوی گلبین، اوی مادرم، اوی گلبین، اوی مادرم، کانیم لطف چشم مادرم، نام چون بار خشم مادرم. من برای او بهترم ز جان، او برای من اصلی جان. من مادرم متکای من عصای او عصای من. آفرین. واقعا هم فکر میکنم که با همه تماشاچیان شعر اولی شما پسند آمد. از این رو بیایید شعر نوبتی رو درباره پدر خوانید. پدر میگو فرزندم، توی بخت جگر بندم، زمان لزومم و لگل خواهی نشی پیشم شنو بندم. همین از آرزوی من تو بخت تاجیکستان شب، تو بعدی من به این کشور نگهبان شب. آفرین. امیدواریم که شما همه این نصیحت های پدر رو گوش میکنید و در آینده یک فردی صاحب استعداد و به نهایت با آداب به ویه میرسید. همین طور نه؟ خب اکنون میگفتید که ما در کجا زندگی میکنیم؟ در جمهوری تاجیکستان. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه. شما درباره شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان و عموما وطن شعر میدونید؟ میتوانید خوانید؟ بیایید سراول درباره تاجیکستان یک شعر گوید. مرحمت. تاجیکستان کشور خوشمنظر است، بر سرم در آسمان افنخته است، مردمانش مردم با ننگ و آر، با بزرگان شورای با است. آفرین. یعنی شما درباره تاجیکستان شعر گفتید ها؟ اکنون میگفتید که چون شما نیز در شهر دوشنبه زندگی میکنید، ما نیز در شهر دوشنبه زندگی میکنیم، شما با باغ حیوانات رفتید؟ در آنجا چی را دیدید؟ حیوان‌ها. و شما پسند آمد؟ باز به دیگر باغ ها چی رفتید؟
офарин, акнун биёед чун сухан дар бораи ватан меравад ва мо гӯед ки муқаддасоти ватанро номбар карда метавонед? Марҳамат. پرچم نشان سرود ملی офарин, акнун дар бораи ана ҳамин парчам, нишон ва суруди миллӣ ба мо маълумот дода метавонед? метавонед гӯед ки парчами ҷумҳурии тоҷикистон аз чанд ранг иборат аст? سرخ سفید سبز чанд ранг шуд? 3 تا се ранг шуд, ҳа? офарин. абубакр, шумо дар бораи парчами давлатӣ ба мо маълумот дода метавонед? марҳамат. پرچم جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر 1992 قبول کرده شده است. آن از رنگ باید است سرخ سفید سبز. офарин, яъне шумо ба мо гуфтед ки парчами ҷумҳурии тоҷикистон 24 ноябри соли 1992 қабул карда шудааст ва аз се ранг иборат аст. мегуфтед ки дар миёнаи рахи сафед чӣ ҷойгир шудааст? تاج 7 ستا. офарин, акнун дар бораи рангҳои он ба мо маълумот дода метавонед? марҳамат. رنگ سرخ مبارزه و جانسایی خلق برای آزادی. ранги сафед чӣ? رنگ سفید نشان بخت سعادت. های سفید ранги сабз чӣ? رنگ سبز نشان سرسبزی کشور. офарин, чун шумо дар бораи парчам барои мо маълумот додед, акнун дар бораи нишон ягон чиз гуфта метавонед? نشان دولتی جمهوری تاجیکستان 28 دکابی سال 1993 قبول کرده شده است. офарин, яъне шумо дар бораи соли қабул шудани нишон низ ба мо маълумот додед, ҳа? акнун дар бораи суруди миллӣ чӣ гуфта метавонед? суруди миллӣ шеъри кист? سرود ملی جمهوری تاجیکستان 7 سپتامبر سال 1994 قبول کرده شده است. سرود ملی شعر گلنزار کردی آهنگ سلیمان مودکوف. офарин, метавонед як порчаи онро барои мо хонед? بله. офарин, марҳамат, як порчаашро барои мо хонед кифоя аст. دیای ارجمند ما به بخت ما سعی عزیزی تو بلند با سعادتی تو دولتی تو میگذم با زدوی زمان و وسیده بزه پرچم تو شف کشیده زنده باش ای وطن تاجیکستان آزاد من. офарин, акнун чун сухан дар бораи ватан ва муқаддасоти он меравад, мегуфтед ки қаҳрамонҳои ҷумҳурии тоҷикистон киҳоянд? صدرالدین عینی، باباجان غفور، میرزا توسوزاده، امامعلی امان، شیرینشاه شاتمان، نصرت‌الله مخزوم. офарин, яъне мо 6 қаҳрамон дорем, ҳа? ва ҳамаи мо маълум аст ки аз ин қаҳрамонҳое ки бо шумо номбар кардед, бисёре аз онҳо асарҳо, шеърҳо, ғазалиёт ва ҳатто достонҳои эҷод намудаи худро доранд, ҳа? шумо метавонед аз ашъори намин шоирон ягон шеър гӯед? масалан, аз устод садриддин айнӣ. جای رفیقان دست خوانم با بکاری و نادانی نمانم دلال عمل کسی به کار گردد به چشم علی عالم خود گردد. офарин, яъне устод садриддин айнӣ бо ҳамин 4 мисра шеър ҳамагонро ба хондан даъват кардааст. хеле хуб, аз мирзо турсунзода чӣ шеър медонед? марҳамат. من پارچه از داستان جانشین میدانم. тамошобинони азиз, бо диққат бошед, зеро абубакри 4 сола барои мо мехоҳад то порчаеро аз достони ҷони ширини мирзо турсунзода қироат намояд. боварӣ дорем ки ба ҳамаи шумо писанд меояд. марҳамат. جانشین قدر جنگم مکن قدر بیهوده دلتنگم مکن گشته گشته در سفر باز آمدم باز بر نظر به پرواز آمدم هر کجا که خواب کردم خستم هر کجا که بود جای زیستم این دل من منزل یادی تو بود
بادیوی سنبوی تو بود به تو نگذشت از گلوی آبم به تو در چشمم نیامد خوابم به تو کوز من یک سال شد به تو دل گشت چون اطفال شد به تو دیدم گلچه زیبا دختران به تو بشنیدم سرود عاشقان به تو در تو تماشا شدم به تو گاه بلبلی گویشتم به تو دست زنم گفتم سخن به تو دمنجش شدم زد دست زن لیک در پیش نظر روی تو بود جلوه های چشم ابروی تو بود جانشین بس کر جنگم مکن اینقدر بیهوده دلتنگم مکن نیستم مثل پدرهای دیگر در بای فرزند شب و سحر چال کرده چشم آنها دوند گون زند دلهای آنها دم بدم کو پدر گوید اگر فرزند ما می نمایی تو به سوی دل نگاه در زمان پیش اجدادان ما ترک کردند کوهستان ما فخر جستن از بچگی ملتمه رفتند در لوگی ما ولی از آن غیبان نیستیم در سوق برق سرسان نیستیم برق و با منت ازداد خش کرد انسان سواد پرورش ما سفر داریم با همی وطن با سپایش‌های خلق خویشتن دوستی و جستجو داریم ما از امان گفتگو داریم ما خلق زندگی یقا کنم میوه دل یا عجب آنا کنم آدمان از دوستی و بربخ دشمنی آورد مردم و سخت خالی از یک پایه دیوال نیست بازم از یک بن فوتبال نیست روی عالم آدم دیدن است نکوبت و در جهان سنجیدن است تشکری زیاد. تماشاچیان عزیز باز هم خاطررسان میشم که اشتراکی برنامه امروزه ما ابوبکر 4 ساله باشد و آهنگ زمان پارچه‌ای را از داستان جان شیرین میرزا ترسونزاده قرائت نمود. و خردسالان عزیز چون حالا در همه جا تعطیل اعلان کرده شده است شما امکان دارید تا همه این داستان‌های پرمضمون را از خود نموده به تلویزیون بهارستان آیید و باید قید نمود که در تلویزیون بهارستان عین زمان محفل‌های زیاد به مثل شاهنامه‌خوانی، لایق‌خوانی از میرزا ترسونزاده و دیگر شاعران محفل‌های گوناگون رفته ایستادند و شما می توانید در این محفل‌ها آزادانه شرکت ورزید. ما باشیم برنامه خود را ادامه میدهیم و به شما توصیه میدهیم که جریان برنامه انگوبین را همراه باشید زیرا لحظه های جالب برنامه در پیشند. خب ابوبکر شما از میرزا ترسونزاده باز یگان شعر دیگر میدانید؟ البته خب مرحمت ما شما رو گوش میکنیم. با من دسته که چاده سوختی گلخن شن شف افاختی با من دسته که باغ آواستی شوی گلگون شکفان خواستی با من دسته که چاده منزل ساختی قصرها و کوشکو انداختی با من دسته که دوی زمین برخوا کردی به فرزندت خواهیم با من دسته که کلت انتخاب دلپانه دولت عالی جناب با من دسته که شبای دراز چشم شلاب کرده و از خواب ناز علگویان طفل خوابانده ای تا سر گرواش جنبانده ای با من دسته که شیرم داده ای سویم آشد کلام بکشاده ای با من دسته که شادم بالا پاک کرده اشک چشمان ما با من دسته که گل بکده ای شانه ها با کاکلو مکده ای صحیفتی تازه کن از صدق دل کفزنان فرزندات را گسل کن. آفرین ابوبکر واقعا هم نه هر کس میتواند در سن 4 سالگی همه این شعرها را اجرا کند. میگفتید که اجرا کردن همه این شعرها آسان است یا که دشوار؟ آسان است. مثلا همون پارچه داستان جان شیرین را شما در چند روز اجرا کردید؟ 5 روز. در 5 روز؟ به فکر شما اگر من خواهم که یگان داستان را اجرا نمایم با من چند روز در کار می شود؟ 5 روز. 5 روز با من هم. یعنی من هم گویا که 4 ساله هستم ها و با من هم 5 روز در کار می شود. می گفتید که با همراه کی اجرا میکنید؟ با همراه دادم. با همراه پدرتان؟
شما رو اگر اذیت کردن نتوانید شما رو جنگ میکنن؟ جنگ نمیکنن. خیلی خوب، بیایید صحبت خود رو ادامه میدیم. تماشابینان عزیز، خودشیرسان میشویم که قهرمان برنامه امروزه ما ابوبکر 4 ساله می باشد و چطوری که در اول برنامه قید کردیم، او برنامه تا مکتبی و مکتبی رو که برای خوانندگان صنف یکم پیشنهاد شده است از خود نموده است و حالا باشد بیاید میبینیم که تا چه درجه از اوده این چیز میبراید. ابوبکر، شما حرفا رو میدونید؟ بله. خب اینجا یک چند کتاب ها هستند، الف با جان، الف با و الف با جانی من، اینچنین کتاب الف با. اکنون بیاید شما با ما حرفا رو نمبر بکنید، می شود؟ خب بیاید بهترش از روی این کتابچه نمبر میکنیم، زیرا در اینجا شعرها نیز هستند. شما شعرهای آن را از یاد میدونید؟ خب این کدام حرف است؟ با حرف ا شعر میدونید؟ بله. مرحمت. انای ما چونین اشین اثر با این است، دوای درد دل و طبیب گفت امین است. آفرین. انا این چی؟ ب. حرفی ب. با حرفی ب شعر میدونید؟ بله. مرحمت. و مو دیوانی ملنگ نکند با کس جنگ و جوه در تک آب حتی ترسد از پلنگ. آفرین. بیاید میگذاریم به صحیفه دیگر و به حرفهای دیگر. این کدام حرف است؟ و. با حرف و شعر میدونید؟ بله. مرحمت. به ورزش کند گفتا ملایم در بچه ها کسی که ورزش کرد همیشه ما نبنا. آفرین. حرف نوبتی کدام حرف است؟ انا این کدام حرف است؟ گ. حرفی گ. با حرف گ شعر گوید؟ بله. مرحمت. گل بکر میاب وقت دید آش پلا گشتی آن و اکبا گیفته بود او بدوا. آفرین. حرف نوبتی چی است؟ انا این کدام حرف است؟ غ. حرفی غ. با حرفی غ شعر میدونید؟ بله. خوزای پخته بین شکفته در آنجا مانند کوی سفید خلبان دقم بابا. احسن به شما. انا این کدام حرف است؟ د. مگر این حرف ا نیست؟ رنگ با مثل حرف ا است کو؟ ایتا. یعنی دو پایه دارد ها؟ آفرین. خب با حرف ب شعر گوید اکنون. دختر لاما که نیاز گفت با من سالمین است دندان در بگو هشت پش از خوابی ناز. با حرف ی شعر میدونید؟ بله. مرحمت. افتاد لکای من باسبان این وطن لازم شود بو بخشد بای وطن جانو تن. انا این چی کدام حرف است؟ یه. این هم یه است، برای اینکه با حرف یه مانند است. ها؟ این هم حرف یه است؟ یا. این حرف یه است. برای چی؟ هر دویشون یک چیز هستن کو؟ دو نقطه. با دو نقطه فرق میکنند. ها؟ آفرین. اکنون با حرف یو شعر گوید. آیستم با مادر دست و چالاک دختر دعا کند با آیت پرستار شما سر. انا این حرف کدام حرف باشد؟ ژ. حرف ژ به نهایت حرف عجیب است. هم به مثل تورتنک است. شما اگه بر تورتنک رو دهید؟ آفرین. اکنون با حرف ژ شعر گوید. ژاله باید از بالا بخواست خدای ما او یالوی دویدم یا تا خزاله چیندم چون به خونه هستم دقیقی پواب دیدم. آفرین. این حرفی چی است؟ ز. این رقمی 3 نیست مگر؟ چه خیلی رقمی 3 است کو؟ شما همه چیز رو با دستتان تصویر میکنید. آفرین. یعنی این حرفی؟ ز. حرفی ز است. اکنون با حرفی ز چی گفتن در کار؟ خیلی خوب. مرحمت. زاغ شیان سشته بساخی در اختیما با گفتم اندرگیست بیام نانو الوا اما با فکرم آمد گفته پاید با هوا. آفرین. یعنی زاغ گپ شما رو نگرفت برای اینکه از شما ترسید. زاغ خود به خود گفت که شما با او حولا میارید و میخورد و بعد شما زاغ رو میخورید. میخوردید زاغ رو اینکه نه؟ برای چی؟ خب جواب نیست. آفرین. این کدام حرف است؟ ای.
با حرف ای شعر میدونید؟ بله. مرحمت. علم بگیر دخترم تا که شوی متهم. علم نگی اگر میکنی در جسم. آفرین. انا این کدام حرف است؟ این هم ای است ها؟ ای زدم. ای زده؟ با حرف ای زده هم شعر باشد؟ کنی گوید؟ ای زده جوا جان در آخر آد دایم. میشی شایی بمایی نوشت بای دایم. سلامت باش. انا این هم حرف ای است؟ یه. یعنی حرف یه با این حرف شعر گوید؟ یاد به خلقانه گفت و با من ملاوت یاد از دعای خوب بایم جواد. آفرین. انا این کدام حرف است؟ که حرفی که خوب بیاید به حرف دیگر میگذاریم ها؟ اوه انا این کدام حرف باشد؟ این هم حرفی که است ها؟ که برای چیه؟ شما از کجا میدونید که این حرفی که است؟ تا پاهاش دمچه داد. آفرین. اکنون با حرف که شعر میدونید؟ بله. مرحمت. قل بقدوات قل قول آمده از راه دور اینجا گرفته خانه نمی پیش دوانه. من دست ایمون میکچم از خانه من. شما از دست قورباغه میکچه؟ یکم بار قورباغه رو دیده؟ ندیده؟ خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ لین. حرفی ل. با حرفی ل شعر میدونید؟ بله. مرحمت. لالا پیچی لالا از سوکو لالا ملته از اون علالا توفه برای خاله. لالا و در بال دوای دست کوشا این مسیم زیبا و بچه های انتصار. آفرین. اینش کدام حرف است؟ می. حرفی م. اکنون با حرفی م شعر میدونید؟ بله. مرحمت. ملچه کشید دانه و پر بینم و خانه و وقت زمستان هستید زاغی علاوه بدید. گفت ای ملچه جان به من هم آیه هستن. آفرین. انا این کدام حرف است؟ نه. حرفی نه. با حرفی نه شعر میدونید؟ بله. مرحمت. نوک باغ ما بین همین سلخم زین لذت آنگاه شکا و حلوا باین. انا این کدام حرف است؟ او با حرفی او شعر گوید؟ او با همی خدا میپرد به هر کجا ساسه گلوش ند اصلی آنها چیند در خانه با عفیقون اصل سازد به مایان. خیلی خوب. شما اصل رو دوست میدارید؟ نه؟ برای چی؟ با که دانشت زنبور میداید. در درونی اصل زنبور میدارید؟ آخر اصل رو پیش از اونی که به فروش برارن تازه میکنند که بعد شما نمیخورید. آفرین. انا این کدام حرف است؟ ته. با حرفی پ شعر میدانید؟ بله. مرحمت. پلنگ خری جسور است دیولاوه و غیور است در جنگ و دویدن از همه از حیوان جو است. آفرین. انا این کدام حرف است؟ رویم. ر. با حرفی ر شعر میدانید؟ بله. مرحمت. و بوی بدو مکار هلگاه به رفتار اگه بفعه ملغک تو نسازد چکار. آفرین. انا این کدام حرف است؟ سه. با حرفی س شعر گوید؟ سوزنک و خدا جان به پیش من برسن به بالاش نشینم همه جا ببینم. آفرین. شما یکم بار سوزنک رو دیده اید؟ ندیده؟ میدونید که اون چقدر است سوزنک؟ انا همین گونه تقریبا همین گونه اندازه دارد. بعد شما با بالای سوزنک میشینید؟ برای چی؟ با که میپرم. میپره؟ ولی من باوری دارم که سوزنک قوه آن رو ندارد که شما رو بردارد. آفرین. انا این کدام حرف است؟ ته. با حرف ت شعر گوید؟ تلتنک دال میتند فست بال میتند
تابستانم سرکاست از زمستان به زای. شما مادام که تورتنک از زمستان بزار باشد شما چی زمستان را دوست می‌دارید؟ برای چی؟ با که یخ میکنم. یخ میکنید خنوگ میخورید ها؟ آفرین این کدام حرف است؟ او با حرفی او شعر میدونید؟ بله. مرحمت Störobin dasara. Чунг штикнашна дарбай бесаубар. نترسد از خطر. خیلی خوب ما باوری داریم که شما همه حرفا رو میدونید ها؟ تماشاگران عزیز چنانی که خودی شما شاهد گشتید ابوبکر توانست در یک مدت کوتاه هم حرفا را نامبر کند و همزمان با همه آنها شعرها نیز قرائت نماید و شما نیز امکان دارید ان همین گونه کتابچه ها را دسترس نموده برای فرزندان خود همه این حرفا و شعرها را آموزانید. خوب اکنون بیایید میگذاریم به موضوع دیگر. برای همه آن نفرانی که این زمان با ما پیوستند خاطررسان می‌شویم که شما این زمان برنامه انگوبین رو طریق تلویزیونی بهارستان با اشتراک ابوبکر 4 ساله از شهر دوشنبه تماشا کرده ایستادید و باید قید نمود که ابوبکر شعرهای زیاد میدوند و بیایید با او هم صحبت گشته باز شعرهای دیگرش رو میپرسیم. ابوبکر شما در اینجا کتاب الفبا است و با ما گفتند که شما الفبا رو نیز دوست می‌دارید و مطالعه میکنید ها؟ درباره خود کتاب الفبا یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت برای ما خونه. الفبای آنگان کتاب این فرنگ ما هدایت کنند برای ناموسرنگ. آفرین. خوب شما باز چگونه شعرها میدونید؟ شعر با بچه. شعری برای چه میدونید؟ مرحمت. بچه من جنگلمو است با مامشه روزم نکو است. آفرین. باز چی شعر میدونید؟ از برف خنک با لباس تنک با من نترسته یا نوگلک نازک با چچک گل کوچک خوشبویک و خوشویک مگر در دست و بعد است با همه کس عزیز است با چچک گل خوشو با چچک با چچک گل خوشو با چچک با چشمو میمالم از او هم خوشحالم در گل دست و سوا از بودنش میبالم با اومدی میگوین خوش اومدی میگوین قصیدی با آنو با تمنا میبوین. آفرین. به نهایت شعر پرمضمون رو قرائت نمودید. ابوبکر پیش از آغاز نمودن برنامه به ما گفتند که شما شعرهای با زبان روسی نیز میدونید. این راست است؟ میتوانید یکی از آنها رو برای ما قرائت نمایید؟ شما چند شعر روسی میدونید؟ 5 تا. بیاید یک چند تا آنها رو برای ما خونید. مرحمت. Моя оказывается зеленым платье она надеем красивый с листочком начинает. آفرین. باز یکان شعر دیگر میدونید؟ بله. مرحمت. Приклеила сонечко, плещи на луку, я на сердце сонечко, потворила реку. И ямашки белые, она и ту. Я ее сделаю, сонечком плету. День искрится радостно, тон меня манит. Надо мною радуга, весело звенит. У реки подиваю, суши саваля. Самая счастливая в это утро я. Собрала ладошки, я чистую росу. Радуга и солнышком я в руках несу. Танцуют весело, ветер озорной. И танцуют весело, все друзья со мной. آفرین. اگر باز یکان شعر دیگر دونید مرحمت. К маме тихо пойду, маму крепко обниму, спать композарю и спасибо расскажу. Ох, нелегкая задача мою маму поздравлять, нужно поставить заправить игрушки со собой. ابوبکر میتوانید شما درباره خودتان با زبان روسی نقل کنید؟ Меня зовут Абубакр, мне 4 годика, я хожу в садик Махват, наш президент Эмомали Рахмон
насмелькова да устами амамали. А вы можете посчитать на русском? Давайте посчитаем вместе. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодец. А вы можете наоборот, с 10 до 1 посчитать? 10, 9, 8, вот так можете считать? Давайте посчитаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще после 1 что будет? 0, да? Отлично. А вы сказали, что вы учитесь в садике, да? А кто ваша воспитательница? Тетя Дильбар. Тетя Дильбар? Она вас всему учит, да? В садике? А она вас не ругает? Почему? Я хороший мальчик. Вы, значит, хороший мальчик, да? По вас видно, потому что вы очень спокойный и хороший мальчик. Если у вас есть еще что-нибудь сказать на русском, тогда у вас есть огромный шанс. Привет, мои друзья. Я тоже уверена, что ваши друзья, ваши близкие, родственники и все те, которые смотрят на нас, также наши зрители, они все вас любят и уважают. Бабаджан, бибиджан, шумо дуст медорам. ва мо низ боварӣ дорем ки бибию бобоятон шуморо низ дӯст медоранд ва чун айни замон шуморо тамоша карда истодаанд тариқи экранҳои телевизион ва бениҳоят хурсанд шуда истодаанд ва ҳатман вақте ки шумо ба хонаи онҳо рафтед барои шумо шириниҳои зиёдро омода карданд ва ба шумо тӯҳфа мекунанд. ва тамошобинони азиз, дар чунин фазои хурсандиовар мерасем ба фарҷоми барномаи имрӯзаи Ангубин. мо алия эҷоди барномаи итминони комил дорем ки дар кишвари мо чунин кӯдакони хурсавқу соҳибистеъдод ба монанди Абубакр ва дигар қаҳрамонони барномаи мо басо зиёданд ва агар фарзанди шумо низ шеърҳои зиёд медонаду новобаста ба хурдсолии хеш ягон достонро аз худ намудааст ва ӯ аз ҳамсолони хеш фарқ мекунад ва аз ҳама муҳимаш синни ӯ то 7 сола аст, пас барномаи Ангубин муаррифгари истеъдоди ӯст. нишонии мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Шери 31, телевизиони Баҳористон. ҳамзамон шумо метавонед тариқи рақамҳое ки дар экранҳои худ мебинед бо мо дар иртибот бошед. то дидори навбатӣ дар барномаи Ангубин. хайр.